با یه دعا کلاس امروز رو شروع بکنیم. پدر تو رو شکر میکنیم برای اینکه کلام زنده توی خداوند حقیقتا تنها چیزیه که ما داریم که میتونه حقیقت تو رو به ما آشکار کنه و شکر میکنیم برای روح القدس که مؤلف اصلی این کتابه و شکر میکنیم برای کتاب هایی که ای خداوند هرچند در نظر اول ما نمیتونیم مفهوم الهی درش ببینیم، اما ای خداوند هر چقدر که بیشتر تعمق میکنیم میتونیم ببینیم چقدر عمق حکمت تو رو و وسعت فکر تو رو ای خداوند که انسان نمیتونه با فکر خودش به جایی برسه و مکاشفه توست که راهگشا میشه. ما رو حکمت ببخش خداوند و فراتر از اون چیزی که سلیمان میتونست ببینیم و اون چیزی رو که ای خداوند روح تو میتونه آشکار بکنه ما دریافت بکنیم. به نام عیسی مسیح میطلبیم، آمین. خب من دیگه بر نمیگردم به فصول اول و دوم و مستقیما بریم سر وقت فصل سوم. یه مقدار مطالعه جامعه هم خیلی طولانیه چون خیلی فشار فکری میبره. شما میخواید از دریچه چشم یک نفر که میخواد با اندیشه انسانی ببینه که تو این دنیا چه اتفاقی میفته و خدا داره چی کار میکنه به قضیه نگاه میکنید. برای همین ما داریم با سلیمان میریم جلو. ما مکاشفه عهد جدید رو فعلا گذاشتیم کنار، داریم با سلیمان قدم به قدم میریم، از چشم او به دنیا نگاه میکنیم، از برداشتهایی که او داره میخوایم ببینیم که یه انسان علیرغم همه حکمتی که داره آخر اول چی میتونه از خدا بفهمه اگر مکاشفه الهی در کار نباشه. و بعد البته من نمیتونم واقعا خودداری بکنم از این که به شما بگم عهد جدید که ما الان داریم چی رو داره به ما میگه و ما چرا نمیتونیم سلیمان باشیم، چرا نمیتونیم دیگه مثل او فکر بکنیم. و ارزش کتاب جامعه گفتم به اینه که شما ببینید که انسان در نهایت حکمت و دانش انسانی خودش تا کجا میتونه برسه و خدا برای ما چی رو باز کرده فراتر از اون چیزی که فقط انسان میتونه بهش برسه. مرزهای انسانی رو میشکنه و جلو میره. خب امروز به فصل سوم میرسیم. فصل سوم با 8 آیه شروع میشه که شاید شناخته شده ترین آیاتی هستند که شما از کتاب جامعه در دنیای سکولار، در دنیای نه مذهبی روحانی بلکه در دنیای غیر مذهبی باشون آشنا هستید. از این قسمت شعرها ساختن، آهنگها ساختن، دیگه هر چقدر بخواید نقل قولها شده و جالبه. سلیمان چیزی رو داره میگه که افراد فقط تا آیه 8 رو نگاه میکنن و کسی جلوتر نمیره که منظور سلیمان رو از گفتن این چند آیه درک بکنه. یه شعری بود در زمان جنگ ویتنام بیرون اومد، یه آهنگی بود turn turn turn، نمیدونم شاید بعضی از شما شنیده باشید. For everything turn 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 there is a season turn turn turn. شما نشنیدید، مال دوران دایناسور است. بله شما جدیدتر هستید. و اونم از همین قسمت برداشته شده. اونها البته اونها منظورشون چیز دیگه بود، سیاسی بود، ولی خب میخوام بگم که برداشت از این بود. و حالا ما نگاه میکنیم به این شعر قشنگی که 8 آیه‌ای که سلیمان این شعر رو میگه و چرا اینجوری این قسمت رو قرار داده. ولی قبل از این که من وارد خود این متن بشم بذاری بهتون بگم سلیمان تو فصول 3 تا 10 برمیگرده و اون 4 تا چیزی رو که تو فصل اول و دوم بهشون به عنوان اینکه چرا زندگی ارزش نداره نگاه کرده بود، الان یه بار دیگه میره سر وقت اونها و این دفعه با مشاهداتش سعی میکنه که اونها رو بررسی بکنه و ببینه آیا درست میگه یا نه. و برای همین فصل 3 تا 10 یه نوعی بازگشت به فصل اول و دوم و نگاه کردن به همون چیزاست. و اولین چیزی که سلیمان در فصل اول بهش پرداخت که گفت این دنیا خیلی پوچه، بی معنی، فایده نداره، مسئله یک نواختی و ادواری بودن دنیاست. همه چی روی چرخه است، همه چی میچرخه دوباره برمیگرده سر جای اولش. و برای همین به نظر میاد که اینجا هم سلیمان اولین چیزی رو که بهش میپردازه مسئله اینه که همه چی در حال گردش، یه فصولی هست میره میاد ولی آخر اولش سر جای اولش برمیگرده. و به یه نحوی سلیمان خودش رو هم نقض میکنه، چون شما خواهید دید در این 7 بیت شعری که اینجا هست، آیه 2 تا 8، 7 بیت شعر در واقع 14 مورد رو ذکر میکنه در 7 بیت شعر
و حالت ضد و نقیض داره، صلح و جنگ، حیات و مرگ، نمیدونم کاشتن و نکاشتن، قرض کردن و کندن. همه چیزهایی هستن که ضد و نقیض همن، متضاد هم دیگه هستن. و سلیمان میخواد بگه که همه چی مرتب انگار با هم دیگه در کشمکش و تداوم، اما در عین حال یه تداوم و یک نواختی و یک حرکت به سمت جلویی هم وجود داره. یعنی علیرغم اینکه اینا چی میگن تندم هستن، میرن جا عوض میکنن با هم دیگه، در عین حال یه حرکتی هم وجود داره و همیشه این حرکت متناوب داره تکرار میشه. این تو فکر سلیمانه. برای چی 7 بیت شعر میگه؟ چون خودتون میدونید در فکر عبری 7 به معنی کامل بودنه و سیستم ضد و نقیض، یعنی به کار بردن دو چیز که در تضاد با همدیگه هستن، بهش میگن میرریزم، یعنی اینکه آینه میذاره جلوی همدیگه و میخواد کلیت، تمامیت یک چیز رو پوشش بده. به عبارتی تو این 7 بیت شعر، تو 8 آیه اول، سلیمان داره همه زندگی رو کنار هم میذاره، به شما میگه. و حالا من میپردازم با آیاتش البته، ولی میخوام بهتون بگم که مقصود از این تمامیت زندگیه. هر چیزی که شما تو زندگی احساس خواهید کرد. و سلیمان با بزرگترین چیزهایی که یک نفر در زندگیش روبرو میشه، یعنی بزرگترین وقایعی که یک نفر در زندگی باش روبرو میشه، شروع میکنه. اولیش به دنیا اومدن و مردنه و در پایانش هم جنگ و صلح. و این چیزهایی که معمولاً بیشتر از هر چیزی زندگی انسان رو تحت تاثیر قرار میده. ببینید اگه شما خوب به تاریخ کلیسای معاصر نگاه بکنید، بیشترین میزان ریزش از کلیسا درست بعد از جنگ‌های بزرگ اتفاق افتاد، یعنی بعد از جنگ جهانی اول و بعد از جنگ جهانی دوم. و بسیاری از مردان رفتن به جنگ و دیگه برنگشتن، و منظور از برنگشتن این نیست که تو جنگ مردن، بلکه دیگه بعد از جنگ به کلیسا برنگشتن، چون در طی جنگ چیزهایی رو دیدن، مجبور به انجام کارهایی شدن و اینقدر چیزهای وحشتناکی براشون اتفاق افتاد یا به چشم خودشون دیدن یا خودشون مجبور شدن انجام بدن که یه احساس زدگی از خودشون پیدا کردن. و به همین خاطر مردان خیلی کم شدن توی کلیسا. همین الان هم اگه نگاه بکنید، کلیساهای چیزی حدود 70% رو زنان تشکیل میدن و 30% باقی مونده مردایی هستن که زنا به زور کشیدن یه روز یک شنبه با خودشون بردن کلیسا. نه همشون هم تو شوخی میکنم، ولی منظورم اینه که مردا به شدت از، خب البته دلایل زیادی وجود داره، کلا اصلا کلیسا الان برای زنان تنظیم شده، به یه نحوی موعظه میشه و به یه نحوی سیستم هست که مردا احساس میکنن اونجا غریبه هستن. اینو رو راست بهتون بگم، اصلا کلیسا یه حالت فمینین پیدا کرده در سالهای این 20 سال اخیر که دیگه اصلا وحشتناکتر هم شده. اما میخوام بهتون بگم که این وقایع اصلی رو که زندگی رو تشکیل میده در ابتدا و انتها میذاره و شما متوجه یه چیز خاصی هم میشید. سلیمان اول شروع میکنه و همیشه خوبا رو میگه، بدا رو بد میگه، حیات، مرگ، نمیدونم قرض کردن، کندن و همه این چیزها رو میگه تا میرسه آخر دوباره سویچ میکنه. این دفعه جنگ و اول میذاره و صلح و آخر میاره. میخواد با خوب شروع بکنه، با خوب تمام بکنه. و شما متوجه لحن شعری و چی میگن اون ظرافت هایی که سلیمان به کار میبره در این بیان این شعر متوجه خواهید شد که بی فکر نبوده وقتی این رو نوشته. و یکی دو تا هم سورپرایز توش هست، حالا بهتون خواهم گفت. احتمالاً شما هیچ وقت از خوندن متن حتی انگلیسیش هم نمیتونستید به این نتیجه برسید. ولی خب سلیمان در این قسمت در 2 فصل سوم و چهارم به 4 جنبه مختلف زندگی نگاه خواهد کرد. من نمیدونم میتونم فصل 4 امروز پوشش بدم، اگر نه برمیگردم بهش. ولی این 4 جنبه‌ای که در فصل سوم و چهارم باش شما روبرو خواهید شد، اول این هست که نتیجه گیری سلیمان اینه که این شخصی بالاتر از ما وجود داره که حیات رو کنترل میکنه و تعیین کننده است. به عبارتی سلیمان اول به بالا نگاه میکنه و اون شخص تعیین کننده یعنی خدا رو میبینه، کسی که زمانها رو تعیین کرده، کسی که فصلها رو قرار داده، فصلهای زندگی رو. دوم، سلیمان نگاه میکنه به درون خودش
و میبینه چیزی در درون ما هست که ما رو به این خدا وصل میکنه و اون ابدیتیه که خدا در وجود هر کس قرار داده. خدا در درون ما قرار داده که ما باید ابدی باشیم. برای همینه که مرگ اینقدر ما رو آزار میده، چون مرگ جزو برنامه ما نیست. ما برای مردن ساخته نشده بودیم. برای همینه که مرگ دشمن حساب میشه، یه چیز جالبی نیست. و سلیمان میگه خدا ابدیت رو در دلهای هر انسانی قرار داده. البته تو بعضی ترجمه به جای ابدیت، حالا برسیم میگم، نوشته دنیا رو یا عالم رو قرار داده، در صورتی که کلمه عالم در عبری به معنی بعضی وقتا دنیا به کار رفته، ولی اینجا ابدیت هست، پایان، شولم، آلما. اما نکته سوم، بعد از این که به بالا نگاه میکنه و به درون نگاه میکنه، حالا شروع میکنه و به فرارو در جلوی خودش نگاه میکنه و چیزی جز مرگ نمیبینه، قطعی بودن مرگ رو. و نکته چهارم وقتیه که نگاه میکنه به اطراف، مشاهداتی رو که خواهد کرد، از همین فصل سوم شروع میشه و فصل چهارم میکشه، بی‌عدالتی میبینه در اطرافش. اون چیزی که فقط در اطراف وجود داره عذابیه که انسان یا متحمل میشه یا به دیگران وارد میکنه. و این 4 نکته هستن که مشاهداتی هستن که سلیمان در این 2 فصل، فصل سوم و چهارم خواهد داشت و البته به فصل 5 هم کشیده خواهد شد، ولی من سعی میکنم تا حداقل نیمه فصل سوم رو برم. و وقتی که به این شعر نگاه بکنیم خواهیم دید که صحبت در مورد اینی که کی این وضعیت رو قرار داده، این فصولی که در زندگی انسان واقع میشه، این زمانهایی که در زندگی هر کس هست چه جوری هن؟ آیا انسان اختیار کامل داره، خودش تعیین میکنه الان وقت چی، الان وقت ازدواج، الان وقت جنگ، الان وقت صلح، الان وقت نمیدونم خوردن، نوشیدن، شادی کردن، عزاداریه؟ و یه گروه معتقدن که انسان اختیار کامل داره، خودش تعیین میکنه چه موقعی وقت چیه. گروهی هم هستن در انتهای این چی میگن طرف مقابل که معتقدن خدا از اول سرنوشت رو کامل یه جوری نوشته و همه چیز رو شما اجرا کنندش هستید، شما در هیچی دخیل نیستید، هر چی که رو پیشونید نوشته شده همون باید انجام بشه و شما اختیاری ندارید در این وسط. و سلیمان یه موضعی رو در وسط اینها خواهد گرفت و من به اون خواهم پرداخت وقتی که چند آیه رو بخونیم. خب با این توضیح مختصر بریم و فصل سوم رو شروع بکنیم. حالا میفهمید چرا من میگم وقت کم میاریم؟ این قسم واقعا این کتاب جامع به درد موعظه میخوره تا درس دادن. فصل سوم: برای هر چیز زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است، وقتی برای ولادت و وقتی برای موت، وقتی برای قرص نمودن و وقتی برای کندن مقروس. بذارید همینجا اینو بهتون بگم، برای هر چیز وقتی است. توی انگلیسی نمیگه there is a time، میگه there is the time، یعنی اینکه وقت یک چیز نیست بلکه این زمان یک چیزه. کلمه خاص به کار میبری یعنی اینکه نه یک زمان بلکه اون زمان مشخص برای این کار. به عبارتی این از همون جا شما باید نگاه بکنید. سلیمان میخواد بگه که این زمانها تعیین شدن، زمانهایی نیست که الان وقت این شد الان وقت اون شد، بلکه زمان معینی که انگار شما از داخل یه دونه چی میگن مسیری عبور میکنید، اینجاش باطلاقه، اینجاش چمنه، اونجاش آسفالت، اونجاش خاکیه. از قبل تعیین شده که هر کدوم از مراحل این مسیر چه شرایطی داره و این طرز فکر سلیمانه. میگه the time، یعنی به عبارتی هر چیز رو فصلی قرار داده شده براش در زندگی. و وقتی که میبینید از همون اول شروع میکنه قرص نمودن و کندن، بعد از به دنیا اومدن و مردن،
جامعه اسرائیل جامعه کشاورزی بود و حتی تقویم اسرائیل هم تقویم مذهبیشون هم بر اساس کشت و زر، بر اساس مسائل کشاورزی بود. کی برداشت میکنید، کی میکارید، کی باید عید نوبر هست، کی عید برداشت محصول هست. یعنی به یه عبارتی تقویم اونها به مسائل کشاورزی وابسته بود. برای همین خاطر خیلی تعجب برانگیز نیست در همون ابتدا سلیمان میره سر وقت قرص نمودن و کندن مقروض. آیه 3: وقتی برای قتل و وقتی برای شفا، وقتی برای منهدم ساختن و وقتی برای بنا نمودن. قتل اینجا بیشتر منظور زمانیه که شما مجبور میشید دست به قتل بزنید، به عبارتی دفاع از خود هست، چه جنگ باشه چه حالتی باشه که شما به طور شخصی باید از خودتون دفاع بکنید. و وقتی میگه قتل و شفا و زمانی برای منهدم ساختن و ساختن، به عبارتی داره تسلیم بودن ما رو به این امر بیان میکنه که خداست که بعضیا رو تصمیم میگیره شفا بده و بعضیا رو زمانی هست که باید برن. این دست انسان نیست، دست اون کسیه که براش تعیین کرده. وقتی برای گریه و وقتی برای خنده، وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص. و این دیگه خب مشخصه، یه زمانی هست وقت سوگواریه، یه زمانی هست وقت جشن و عروسیه و همه اینا وقایع زندگی هستند که از دید سلیمان به تناوب پیش میان هستن. آیه 5: وقتی برای پراکنده ساختن سنگ ها و وقتی برای جمع ساختن سنگ ها، وقتی برای در آغوش کشیدن و وقتی برای اجتناب از در آغوش کشیدن. اگه شما واقعا شعر عبری رو بتونید خوب درک بکنید، پراکنده ساختن سنگ ها و جمع ساختن سنگ ها در کنار در آغوش کشیدن قرار نمی گرفت اگه مقصود استعاری نداشت. اینجا مقصود سکس هست. برای پراکنده ساختن سنگ ها و جمع ساختن سنگ ها به عبارتی سکس و اجتناب از سکس رو منظورش هست. میگم ما توی ترجمه های خودمون چه فارسی چه غیره نمیتونستیم واقعا شعر عبری رو از دیدگاه یهودی بفهمیم. واقعا اگه در این زمینه بیشتر میخواید مطالعه بکنید، من مطالعه خودمون از کتاب غزل ها رو بهتون پیشنهاد میکنم، چون اونجا دیگه شما میبینید ادبیات اروتیک عبری در بهترین حالتش ارائه میشه. یعنی واقعا سلیمان دیگه چی میگن استاد بود برای همچین شعری رو نوشتن. بریم جلوتر. آیه 6: وقتی برای کسب و وقتی برای خسارت، وقتی برای نگاه داشتن و وقتی برای دور انداختن. به عبارتی یه زمانی هست که شما دنبال یه چیزی میرید و به سختی تعاقبش میکنید و یه زمانی هم هست که باید تسلیم بشید، بگید I give up، من دیگه میدونم که تعقیب کردن دنبال این چیز رفتن فایده نداره. حالا چه منظور پول و چی میگن کار و حرفه باشه چه چیزای دیگه. به عبارتی یه زمانی هست که وقتشه، یه زمانی هم هست که دیگه دست میکشی. آیه 7: وقتی برای دریدن و وقتی برای دوختن، وقتی برای سکوت و وقتی برای گفتن. و دریدن منظور دریدن جامه است که نشان دهنده یه غم عظیمیه. معمولا وقتی یه سوگواری بزرگی پیش می اومد جامه خودشون رو چاک می زدن. هنوزم البته این رسم هست. من دیدم توی فیلمی خیلی جالب بود، وقتی که یه نفر مرده بود با یه تیغی فقط این لبه یقه رو چاک می زدن به نشانه سوگواری. دیگه کامل مثلا فکر نکنید لباس می کندن. این اشاره بون هست وقتی که یه زمانی از شما خوشحالید و یه زمانی هم هست که ناراحتید، غمگین خواهید شد، کسی رو از دست میدید. وقتی که شما صحبت میکنید و وقتی که باید سکوت بکنید. وقتی برای محبت و وقتی برای نفرت. این دیگه نشد دیگه نفرت. ولی جالبی کلام خدا میگه خدا از چیزهایی هست که نفرت میکنه و عیسی مسیح از چیزهایی هست که نفرت داره. شما میتونید نگاه بکنید به کتاب مکاشفه فصل 2 آیه 6 آیه 15 چیزایی که عیسی میگه من از اون نفرت دارم. یا خدا در امثال فصل 6 آیات 16 تا 19 میگه من نفرت دارم از این 7 چیز.
جای دیگه هم هستن. مزمور 97 آیه 10، دوم تواریخ فصل 19 آیه 2. وقتی برای جنگ و وقتی برای صلح. برای من جالب بود وقتی نگاه کردم که شروعش رو با به دنیا اومدن و پایانش رو با جنگ و صلح. یک کتابی بود دهه 70 فکر کنم بیرون اومد، مال یه نویسنده خبرنگار بود البته، به اسم اوریانا فالاچی، کسایی شنیده باشن اینجا. انگلیسیش البته میگه Nothing and so be it اسم کتاب، ولی توی فارسی ترجمه شده بود به زندگی، جنگ و دیگر هیچ. با این عنوان ترجمه شده بود و مشاهدات اون بود در جنگ ویتنام. و جالب اینه که اونم تقریبا مثل سلیمان یه همچین سوالی داشت: آیا این زندگی معنیش چیه؟ برای چیه؟ و وقتی که برمیگرده، فکر کنم 1 سال توی ویتنام میمونه، خیلی چیزا میبینه، وقتی برمیگرده نتیجه گیریش تو این کتاب اینه که اصلا زندگی هیچ فایده و هیچ معنی و هیچ ارزشی نداره. زندگی کن فقط. و بعضی وقت نگاه میکنید نهایت این که شما بعد از مشاهداتتون با فکر انسانی به یه جایی میخواید برسید، همین، بیشتر نیست. هیچ. اگه زنده هستی استفاده کن، به غیر از این چیز دیگه پشتش نیست. آیه 9: پس کار کننده را از زحمتی که میکشد چه منفعت است؟ و از اینجا به بعد کسی دیگه ادامه نمیده، همه اون قسمت شعریشو دوست دارن، وقتی رو. نتیجه گیری سلیمان آیات بعدیه و کسی زیاد به اونا دقت نمیکنه. پس کار کننده را از زحمتی که میکشد چه منفعت است؟ مشقتی را که خدا به بنی آدم داده است تا در آن زحمت کشند ملاحظه کردم. و حالا سلیمان به این نتیجه میرسه که خدا وقتها رو معین کرده، اینا رو خدا تو زندگی هر کس گذاشته. پس چه فایده که انسان توی این وضعیت دخیل باشه و زحمت بکشه؟ از این مشقتی که باید توی این شرایط بکشه چه فایده داره؟ و سلیمان میخواد با اندیشه خودش به این نتیجه برسه که این فصول میاد تو زندگی، یه روز شادی، یه روز غم، یه روز زیاد، یه روز کم. نه به خود نیست این شعرها رو اینجوری گفتن، اینجوری آهنگا رو ساختن. همه اونا آخر اول فکرشون به اینجا رسیده. زندگی همین چرخش بالا پایینه. چی بود اون زندگی منشوری است در حرکت دوار؟ یادتونه کی بود؟ هانیکو بود؟ نه یادم نمیاد. این سریال های ژاپنی اون زمان ما، سالهای دور از خانه بود. و شما نگاه میکنید همه در نهایت وقتی که یه ذره خوب میشینن فکر میکنن و سلیمان آدم صادقیه، اصلا تعارف نداره، اصلا سعی نمیکنه که به زور چیزی رو که مشاهده کرده شوگر کوت بکنه، سعی میکنه هر چیزی رو که هست صادقانه بگه. و داره اینجا میگه چه فایده؟ اگه قراره که فصول زندگی اینطور تعیین شدن و من باید توش باشم، از این مشقتی که باید بکشم چه سود حاصل میشه؟ و بعد که نتیجه گیریش رو تا آیات بعد به شما خواهد گفت. آیه 11: او هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است و نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده، به طوری که انسان کاری را که خدا کرده است از ابتدا تا انتها دریافت نتواند کرد. سلیمان میدونی داره چی میگه؟ میگه من دارم میبینم خدا ایستاده این طرفه یه تابلوی نقاشی و داره نقاشی میکنه، ولی من اونور تابلوام و هر چقدر نگاه میکنم نمیتونم بفهمم که اونور چه خبره، داره چی میکشه. میدونم یه مقصودی باید داشته باشه، ولی من اونور ایستادم و هیچ راهی هم برای من نیست که بیام این ور وایسم و بتونم تابلو رو ببینم. خدا مثل این که جلوی یه داربست قالی بافی ایستاده از این طرف و داره قالی رو میبافه و خیلی قشنگ قالی از این سمت، ولی از اون سمتی که سلیمان ایستاده نگاه میکنه فقط رشته و تار و پوده که اصلا معلوم نیست کی به کیه. و سلیمان میگه من میدونم خدا ابدیت رو در دل انسان گذاشته، یه مقصودی باید باشه، ولی به انسان توانایی فهمشو نداده که بفهمه واقعا چه خبره. اجازه نداده کسی دور بزنه بیاد جلوی قالی وایسه، جلوی این تابلو وایسه که بدون خدا داره چی کار میکنه.
و برای همینه که سلیمان میگه چی؟ او هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است. نتیجه گیری سلیمان اینه که درسته یه فصل خوبه یه فصل بد، درسته یه وقت جنگه یه وقت صلحه، ولی همش نیکوه در جای خودش، همش خوبه وقتی که بتونیم تصویر بزرگ داشته باشیم. مشکل ما فقط اینه که تصویر بزرگ نداریم. تنها مشکل اینه از دید سلیمان. پس فهمیدم که برای ایشان چیزی بهتر از این نیست که شادی کنند و در حیات خود به نیکویی مشغول باشند. حالا سلیمان نتیجه گیریش اینجوری به شما خواهد گفت: وقتی که چیزای خوب داره اتفاق میفته لذت ببر، خوش باش، شادی کن. تو اون فصولی که چیزای خوب داره اتفاق میفته، وقت شادیه، وقت قرض کردنه، وقت صلح، وقت عروسیه، در آغوش کشیدنه، از اون قسمت‌های زندگی لذت ببر. این اولین برداشتیه که میکنه. و برداشت دومش چیه؟ آیه 14 و حال 13 هم بخونیم: و نیز بخشش خداست که هر آدمی بخورد و بنوشد و از تمامی زحمت خود نیکویی بیند. به عبارتی وقتی که داری استفاده کن، خوش باش. وقتی که خدا برات مهیا کرده، الان وقت خوشیشه. اما آیه 14: و فهمیدم که هر آنچه خدا میکند تا ابدالآباد خواهد ماند و بر آن چیزی نتوان افزود و از آن چیزی نتوان کاست و خدا آن را به عمل میآورد تا از او بترسند. وقتی که چیزای بد میاد، چیزایی که نمیفهمیم و خدا سیستم کارش هم میگه از قدیم همون بوده، عوضم نکرده، احتیاجی هم نداره عوض بکنه. چیزایی رو که قرار داده که شما نمیفهمید، اون جاییه که تو باید از خدایی که میفهمه داره چی کار میکنه بترسی. به عبارتی هر چی که بهت داده که خوش باشی باش، لذت ببر، و هر چیزی هم که روزای بد زندگی داره میاد تو نمیفهمی داستان چیه، اون داره یه کاری میکنه تو حالیت نمیشه، تو از خدا بترس. این نتیجه گیریه که سلیمان میتونه با مشاهدات خودش از فصول زندگی انسان، از روزهایی که برای هر کدوم از ما پیش میاد بکنه. آیه 15: آنچه هست از قدیم بوده است و آنچه خواهد شد قدیم است و آنچه را که گذشته است خدا میطلبد. خدا از زمانی که این جهان رو آفرید سیستم کار خودش رو عوض نکرده. روی همون سیستمی که آفریده، همون چرخهایی که قرار داده، همون کاری رو که شروع کرده، بر همون اساس داره جلو میره. خدا عوض شدنی نیست، سیستم کارش هم عوض نمیشه. هی ماییم که به هم دیگه میگیم دیگه الان این اولد فشنه، نمیدونم این دیگه مال این دوره نیست. یه دونه معلمی بود، من اینو یه جای شنیدم، خودم پیش نیومده برام، ولی یه استاد دانشگاه بود که پیر بوده گویا و شروع کرده صحبت کردن و نمیدونم حالا درسش در مورد فلسفه بوده فکر کنم، و وقتی که داشت صحبت میکرده یه دختری از اون ردیفای جلو برگشته گفته استاد شما دیگه خیلی اولد فشن شدید، خیلی اولد فشن موندید. این هم میگه اون لحظه خیلی عصبانی شد، گفت دختر جان تو اولد فشن به دنیا اومدی، اولد فشن هم از دنیا خواهی رفت. همون جوری که تا حالا همه مردم دنیا به دنیا اومدن تو به دنیا اومدی، همون جوری هم که همه مردن میری زیر خاک دفن میشی مثل بقیه. درسته انسان چیزای جدید به وجود میاره اما خیلی چیزا هست که عوض نمیشه و خود همون سیستم رو از اون اول قرار داده، فصول رو قرار داده، فصول زندگی رو قرار داده. اما سلیمان به این نتیجه میرسه از خدا بترس، چون خدا یه روزی حساب خواهد خواست. این چیزیه که باید ازش بترسی. علیرغم این که نمیدونی داره چی کار میکنه، علیرغم این که اجازه نداری ابدیت رو کامل ببینی، تمام تصویر رو بهت نشون نداده، اما خدا حسابرسی خواهد کرد، خواهد طلبید. چیزی از به قول معروف از تو کتابش حذف نمیشه، همه رو داره در نظرش. خب از آیه 16 به بعد قضیه خیلی تاریک میشه، تیره و تار میشه. سلیمان شروع میکنه به مشاهدات خودش از دنیای اطراف. تا حالا نگاه کرد به خدا، نگاه کرد به درون خودش، ابدیت رو دید و این مشاهداتی بود که کرد که به این نتیجه رسوند که خدا من نمیدونم داره چی کار میکنه اما یه کاری داره میکنه و ما فقط باید اعتماد بکنیم که اون داره میدونه چی کار میکنه.
اما حالا از آیه 16 شروع میکنه به اطراف نگاه کردن و نگاه میکنه میبینه نه تنها مرگ در مقابل ماست، بلکه چقدر در دنیا بی‌عدالتی و بی‌انصافی و ظلم هست و این چیزیه که سلیمان نمیتونه سر در بیاره. و بهتون خواهم گفت چرا مشکل پیدا میکنه با این. و نیز مکان انصاف را زیر آسمان دیدم که در آنجا ظلم است و مکان عدالت را که در آنجا بی‌انصافی است. یعنی جایی که دادگاهه، جایی که باید انصاف و عدالت باشه، جایی که باید چی میگن فرشته عدالت با چشمای بسته ایستاده باشه، میگه اونجا دیدم ظلم هست. دادگاه زیر دست آدم‌های ظالم و چی میگن آدمای بی انصاف افتاده، کسایی که عادل نیستن. و جالبه سلیمان خودش پادشاهه و خودش داره میگه که من عاجز هستم از اینکه سیستم رو عوض بکنم. ببینید این یه بدبختی بزرگیه. سیستم قضایی هر کشوری واقعا خیلی مهمه، چون باید مستقل از بقیه عمل بکنه و واقعیت اینه اگه در یک کشوری فساد نهادینه بشه، یعنی تبدیل بشه به نرم، از بالا هم نمیشه هیچ کاریش کرد. چون هر قاضی هم که عوض بکنی زیر دستاش چی کار میکنی؟ باید همه سیستم رو عوض بکنی. فلاش کردن این سیستم واقعا راحت نیست و متاسفانه وقتی که فساد راه خودش رو به سیستم قضایی یک کشور واز بکنه وابیلاست. خیلی وحشتناک. و سلیمان داره میگه من تو کشور خودم هم چیزی دارم میبینم. آیه 17 و در دل خود گفتم که خدا عادل و ظالم را داوری خواهد نمود، زیرا که برای هر امر و برای هر عمل در آنجا وقتی است. و درباره امور بنی آدم در دل خود گفتم این واقع می شود تا خدا ایشان را بیازماید و تا خود ایشان بفهمند که مثل بهایم می باشند. اولین پاسخی که سلیمان به مشاهداتش میده اینه که میدونید چیه؟ این ظلم و بی‌انصافی و بی‌عدالتی وجود داره تا انسان هم عادل و هم ظالم متوجه بشن که هیچ کدومشون از بهایم خیلی برتر نیستن. به عبارتی داره سلیمان از قانون جنگل صحبت میکنه. به اطراف نگاه میکنه میبینه وضعیت اینه که فقط زورمداران میتونن کار خودشون رو جلو ببرن و سلیمان شاید هم اینجا از دید ما داره برداشت غلطی میکنه، ولی سلیمان میگه این داره اتفاق میفته تا انسان بفهمه که چقدر پسته، چقدر پایینه و خودش رو خیلی بالا بالا فرض نکنه، خودش رو کسی ندونه. همونطور که بهایم میمیرن و تبدیل به خاک میشن، انسان ها هم از اونها خیلی بهتر نیستن. انسان ها هم در رفتار خودشون از اونها بهتر نیستن. آیه 19 زیرا که وقایع بنی آدم مثل وقایع بهایم است، برای ایشان یک واقع است، چنانکه این میمیرد به همانطور آن نیز میمیرد و برای همه یک نفس است و انسان بر بهایم برتری ندارد، چون که همه باطل است. همه به یک جا می روند و همه از خاک هستند و همه به خاک رجوع می نمایند. کیست روح انسان را بداند که به بالا صعود می کند یا روح بهایم را که پایین به سوی زمین نزول می نماید؟ سلیمان داره میگه از اون طرفیش که بر نگشته که بگه وضع روح انسان ها از روح بهایم بدتره. اونا هم میمیرن اینا هم میمیرن. هیچ کم به ما نگفته که قراره یکی وضعش بهتر باشه. حیوانا میرن پایین، انسانا میرن بالا. و سلیمان داره این برداشت میکنه. در واقع در تفکر یهودی شیول یا عالم اموات جاییه که هم انسانا و هم حیوانات همه به اونجا میرن، همه آخرش به اونجا میانجامه. و حالا سلیمان داره میگه خدا اجازه داده که ظلم و ستم برقرار باشه از دید او تا انسان بفهمه که چه موجود پستیه و هیچ برتری خاصی بر بهایم و حیوانات نداره. در واقع بعضی وقتا شما هست که به این نتیجه میرسید که انسان میتونه از حیوانات پستر هم باشه، چون حیوانات در حق هم دیگه واقعا مگر اینکه رقابت به خاطر غذا باشه، به غیر از اون یا به خاطر تریتوری باشه، میخوان زمین خودشون حفظ بکنن، به غیر از اون نمیرن بر یه نفر دیگه، یه حیوان دیگه بی دلیل ظلم بکنن. ولی انسان قادر به انجام این کار هست. و آیه 22 میگه لحاظا فهمیدم که برای انسان چیزی بهتر از این نیست که از اعمال خود مسرور شود
چنان که نصیبش همین است. و کیست که او را باز آورد تا آنچه را که بعد از او واقع خواهد شد مشاهده نماید. قصه اینو که بعد از من حالا بهتر میشی یا بدتر میشی میگه الان نخور. کیه که تو رو بتونه بعد از مرگت برگردونه بگه ببین اینجوری شد، اینجوری کرده بودی، اینجوری درست‌تر بود. همین الان هر چی که به فکرت میاد از همین زمان لذت ببر. و این تمیه که سلیمان مرتب تکرار خواهد کرد. شما کنترلی بر آینده نداری، شما چیزی هم نمیتونی عوض بکنی، بنابراین بهترین کار ممکن چیه؟ از هر چیزی که الان در مقابلت هست، در دسترست هست استفاده کن، لذت ببر. چیز دیگه ای نمیتونی بکنی، از قدرت انتخاب تو خارج. خب سلیمان برداشت خودش رو میکنه و حالا ما یه ذره با دیدگاه مسیحی به قضیه نگاه بکنیم. ببینید هر کسی تو این دنیا به وقایعی که اتفاق میفته از دریچه یکی از جهانبینی نگاه میکنه. یا هیچ پلن و برنامه و نقشه‌ای نیست، همه چی اتفاقی شانسیه. اون چیزی که الان تو مدارس به بچهای ما درس میدن که یه تقی به توقی خورد، یه بیگ بنگی شد، الان دنیا تبدیل شده به این چیزی که ما هستیم. و چون همه چیز تصادفی و هیچ برنامه و هدفی در کار نبوده، فرق زیادی هم با حیوانات نداریم. حالا به خاطر نظم اجتماعی شاید یه قوانینی برای خودمون وضع بکنیم، اما کلا قانون جنگله. هر کی زورش بیشتره، هر کی پولش بیشتره، هر کی قشنگتره، دنیا مال اونه. و بقیه هم تماشاچی داستانن. برای اینکه یه هنرپیشه داشتیم ایران، فوت کرد، اسمش بود محمود بهرامی، میگفت دنیا مال خوشگلا و پولداراست، بقیه ما رو گذاشتن که استادیوم خالی نباشه. اونا هستن که تو صحنه هستن، ما دور چی میگن دور استادیوم نشستیم که فقط اونا تنها نباشن، یه نفر تشویقشون بکنه. و برای خیلی ها این دیدگاهه و الان دنیا با این دیدگاه آشناست. همه چی تصادفیه. برای همین فرق نمیکنه تو چجوری میخوای زندگی بکنی. میخوای مثلا تمام بدنت از سر تا پا نقاشی بکنی، میخوای نمیدونم هر بلایی سر بدنت بیاری، هیچی نبودی به وجود اومدی، آخرش هم برمیگردی هیچی میشی. بنابراین هر کاری میخوای بکن. این دیدگاه اولیه، تصادف بود همه چی. دیدگاه دوم میگه نه، یه اختیاری وجود داشته، اما این اختیار کی بوده؟ اختیار خدا بوده یا اختیار انسان بوده؟ اونایی که به اختیار معتقد هستن که انسان توانایی اینو داره که خودش زندگی خودش رو تعیین بکنه، هر کاری میخواد بکنه. و دسته دیگه میگن نه، این خدا هست که زمانهای انسان رو، مراحل زندگی انسان رو تعیین میکنه و ما به اون سمت متمایل هستیم. سلیمان به شما میخواد در تمام این فصل اینو بگه: خداست که زمانهای هر فصل زندگی انسان رو تعیین کرده. انسان حکیم کسیه که خودشو با پلن خدا هماهنگ بکنه. اگه زمان شادی شادی کن، اگه زمان غمه غمگین باش، چون در همه اینها خدا یه نقشه و پلنی داره، اگرچه به تو نمیگه، اگرچه تو خبر نداری، اما پشت صحنه یه چیز اتفاق داره میفته. حالا ما میریم یه قدم جلوتر و مکاشفه عهد جدید رو داریم، جایی که یه نفر مثل پولس میره بالا، میره در حضور خدا و نگاه میکنه و میبینه چه مستر پلنی در کاره، چه سری رو خدا مخفی داشته بود. خدا داره ملکوتی بنا میکنه، خدا کلیسای خودش رو قرار داده و پولس همه اینا رو وقتی میبینه، شما میتونید تو رسالات بعضی وقتا ببینید، نمیدونید چه جوری شوک‌گذاری کنه. اما بهترین آیاتی که به شما میگه چرا زندگی مفهوم پیدا میکنه از فصل 8 رومیان میاد. پولس وقتی که همه مستر پلن رو دیده، وقتی که متوجه شده نقشه و این عکسی که داره خدا میکشه، این قالی که داره میبافه چی هست، میگه میدونید چیه دیگه، فرقی نمیکنه، جنگ باشه، شمشیر باشه، قحطی باشه، هر بلایی بخواد، هر چی که به سر ما بیاد، در همه اونها باید خوشحال باشیم. چرا؟ چون برای آنانی که به حسب اراده او خوانده شدند همه چیزها با هم برای خیریت ایشان در کار است. یعنی فصل خوب زندگی، فصل بد زندگی، همش توی نقشه خدا معنی میده.
برای پولس الان وقتی که دیده و فهمیده که خدا واقعا یه برنامه‌ای داره، خیلی راحت تره که بفهمه سلیمان نتونست تا آخر داستانو بره. حد زد اون طرفی جریانی هست، نمیدونه. ما دیدیم، ما میدونیم، خدا به ما آشکار کرده. خدا پسر خودشو فرستاده که تمام پری الهی در او بود و ما با نگاه کردن به او میتونیم مطمئن باشیم خدا یه برنامه‌ای داره و در کلیسای او در واقع این برنامه باید آشکار بشه. من وقتی میگم کلیسا، شما زیاد به کلیسای محلی تو نگاه نکنید، چون بعضی وقت دل سرد میشید اگه پلن خدا این بوده باشه. به نقشه بزرگ خدا، به اینکه خدا روی این زمین یه ارگانیزیشنی قرار داد، یه عروسی، یه بدنی رو قرار داد که چیزیه که نماینده اوست. یعنی در واقع کلیسا، پولس اینطور میگه سر گوناگون خدا به وسیله کلیسا بر ارباب قدرت ها آشکار میشه. موجودات آسمانی، تمام نیروهای تاریکی با نگاه کردن به کلیساست که میفهمن خدا نقشه و برنامهش یه چیزی بود که اونا هیچ وقت درک نکردن وگرنه شورش نمیکردن. و ما میخوام بهتون بگم ما از سلیمان جلو زدیم. ما نمیتونیم واقعا مثل کتاب جامعه نگاه بکنیم. درسته داریم با سلیمان جلو میریم، اما ما یه قدم جلوتر هستیم. ما الان مکاشفه رو داریم که سلیمان نداشت و ما میدونیم برای همین هر قسمتی از زندگی رو میتونیم براش شکر بکنیم. سلیمان میگه من فکر میکنم که هر قسمتی از زندگی اگه شاد لذت ببر، اگه غمگینه از خدا بترس، ولی نمیدونم دیگه واقعا دلیلش چیه. دلیلش رو وقتی که ما میایم نگاه میکنیم میگیم خدا داره ملکوت خودش رو بنا میکنه. یه جایی هست تو این قالی که من دارم از قسمت سیاه رو داره میبافه. زندگی اصلا قشنگ نیست، دورانیه که از بیابان داری عبور میکنی. یه جایی هست سبزه، یه جایی از زرده، یه جایی از قرمزه و هر کدوم از اونا اگه فقط ضربینمو گذاشتم فوکوس کردم روی اون چندان جالب نیست، ولی وقتی که بیرون وای میستم تمام نقشه رو میبینم میتونم شکر بکنم. ما بعضی وقت تعجب میکنیم چطور ممکنه که در هر چیزی شاکر باشید. چرا پولس اینا میگه؟ آخه چجوری میشه در هر چیزی شاکر بود؟ فقط وقتی میتونید شما شاکر باشید که بتونید بفهمید یه برنامه بزرگتری وجود داره که به مرگ ما خاتمه پیدا نمیکنه، که فراتر از این دنیایی که به چشم میاد. اون وقتی که شما میتونید در هر چیزی شاکر باشید. نمیگم غمگین نمیشید از دست دادن ها و از چیزا. میخوام بگم که در نهایت یه خوشی در شما هست که هیچ کس نمیتونه اون از شما بگیره و سلیمان اینو نداشت و شما میتونید از بدبینی و از تیره و تاریک بودن این کتاب این رو درک بکنید. فصل 4 این دفعه شروع میشه با نگاه سلیمان به ادامه اون چیزی که تا حالا دیده بود و میگه پس برگشته تمامی ظلم‌هایی را که زیر آفتاب کرده میشود ملاحظه کردم و اینک اشک‌های مظلومان و برای ایشان تسلی دهنده ای نبود و زور به طرف جفا کنندگان ایشان بود، اما برای ایشان تسلی دهنده ای نبود. و من مردگانی را که قبل از آن مرده بودند بیشتر از زندگانی که تا به حال زنده اند آفرین گفتم. و این خیلی تلخه. چیزی که سلیمان میبینه که افرادی هستن که ظلم میکنن و نه فقط ظلم میکنن بلکه از ظلم کردن هم لذت میبرن. خوششون میاد که به دیگران ظلم کنن. یعنی قدرت این رو دارن و خدا هم اجازه بهشون داده. و این برای سلیمان اینقدر تلخه که میگه بهتر اون کسایی که رفتن و این روزها رو ندیدن. نه؟ و حالا جلوتر از اون میره تو آیه 3 میگه و کسی را که تا به حال به وجود نیامده است از هر دوی ایشان بهتر دانستم، چون که عمل بد را که زیر آفتاب کرده می شود ندیده است. خوش به حال اونی که اصلاً به دنیا نیومد. میکلانج روی سنگ قبرش یه شعر نوشته. میدونید میکلانج خودش همیشه با سنگ کار میکرد دیگه، مجسمه‌های زیادی ساخته، ولی جالب روی این سنگ قبر خودش اینو نوشته. میگه خواب شیرین است و شیرین‌تر آن که از سنگ باشیم در روزگار ستم و شوربختی. چیزی ندیدن، چیزی احساس نکردن شیرین‌تر از همه چیزه.
منو بیدار نکنید، اجازه بدید بخوابم. معلومه تو دوران خودش دوران خوبی نبود وقتی که این چیزها رو مینویسه. داره به همین کلام صحبت میکنه، به عبارتی بهتره نباشی تا این چیزها رو ببینیم. و ما مسیحیان هیچ وقت نمیتونیم این رو بگیم، هیچ وقت. یکی از دلایلی که ما مسیحیان ضد سقط جنین هستیم همینه. ببینید چرا ما اینقدر مخالف هستیم که بچه‌ها رو تو شکم مادر بکشن؟ حال جنبه وحشتناک اون کاری که میکنن به کنار، قضیه اینه که حیات هدیه‌ای از جانب خداست. همه ما تو این دنیا فقط یه مقصود داریم وقتی به این دنیا میایم، که این فرصت رو خدا به ما داده تا او رو بشناسیم و با گرفتن این فرصت از یه بچه ما یه چیزی رو از او سلب میکنیم. به عبارتی این ظلمی که در حق یه انسان بشه که فرصت این که بتونه خدا رو بشناسه ازش گرفته بشه. و ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که خوش بال اون که به دنیا نیومد. درسته، تلخه، دوران بدیه، ولی تو همین دوران بد هم خدا رو میشه شناخت. و سلیمان به شما خواهد گفت من بدم میاد که ظلمو دارم میبینم و ناراحتم از این که نمیتونم ببینم منظور در پس این ظلم چیه. و این عذابش میده تا جایی که میگه کاش مرده بودم و نمیدیدم، یا اصلا کاش به دنیا نیامده بودم که اصلا هیچی رو نفهمم. و اینجاست که اون قسمت بعدی داستان جلوی چشم میاد که سلیمان نمیتونه ببینه که یه داوری نهایی، یه برقراری عدالت در انتها وجود داره. اگه همه چیز به این دنیا ختم میشد، من این تازه موعظه کردم در مورد قیام مسیح، اگه قیامت مردگان نبود، اگه همه چی فقط به این دنیا ربط داشت، یعنی همین چیزی که سلیمان میگه بهترین بود، نبودیم بهتر بود. ولی چون ما میدونیم که قراره همه چی بیاد به یه تعادلی در انتها، همه چی قراره هر کجی راست بشه، هر پستی هر بلندی پست بشه، صاف بشه، به عبارت خدا همه چیز رو به یه عدالتی در نهایت میرسونه. اون وقتی که اون ظلم هایم که میشه، اون چیزایی که میشه قابل تحمل خواهند بود. و هرچند از دید انسانی ما همه تلاشمون نمی‌کنیم، یعنی باید بکنیم که عدالت و انصاف برقرار باشه همه جا، چه در کلیسا چه در بیرون، اون کاری که از دستمون برمیاد. اما در این حال نگرانی نیستیم وقتی که زورمداران اینقدر زورمندن که میتونن حرف خودشونو به کرسی بنشونن، چون خدایی بالاتر از اونها هست که در همه چیز رو به داوری میاره و هیچی از حساب کتابای خدا خط نمیخوره. ببینید من خیلی وقتا به خودم میگم بابا حالا این یه دونه ظلم کوچیکم که اونجا شده در مقابل این همه ظلمای بزرگ، خدا دیگه همه رو که این نمیتونه ثبت بکنه. نمیتونه که مثلا یکی سر یکی مثلا کلاه گذاشت اینجا رو، اینم در مقابل مثلا کاری که هیتلر رو نمیدونم امثال هم کردن، اینا رو با هم دیگه همه رو حساب بکنه. وقتی کتاب مکاشفه رو میخونیم میگه کتاب ها باز شد، نمیگه کتاب باز شد، میگه کتاب ها باز شد. و شما فکر نکنید منظور از کتاب های این مثل ما مثلا جلد از حرف الف تا نمیدونم سین اینجاست، از حرف ش تا چیز، مثلا به این علت کتاب های مختلفه. نه، فقط کتاب حیات نیست، کتاب های مختلف هست. هر به عبارتی وقتی اینو داره میگه میخواد بهتون بگه همه چیز ثبت شده، از کوچکترین چیز. وگرنه عیسی بر نمیگشت بگه شما مواظب حرف زدنتون باشید، چون به خاطر هر سخن باطلی که از زبان شما بیرون اومده باشید جواب خواهید داد. همه چی یه جا ثبت شده، کتاب ها هست، فقط یه کتاب نیست، فقط کتاب حیات نیست، خیلی چیزای دیگه هست. این هم ترسناک هم خوشحال کننده. ترسناکه به خاطر اینکه هیچ از زیر دست خدا در نرفته و خوشحال کننده است برای اینکه هیچ از زیر دست خدا در نرفته. نه، از هر دو طرف. آیه 4: و تمامی مهنت و هر کامیابی رو دیدم که برای انسان باعث حسد از همسایه او می باشد و آن نیز بطالت و در پی باد زحمت کشیدن است. و حالا سلیمان به شما در مورد دو چیز خواهد گفت که عامل اون چیزیه که ما بهش میگیم تو این دنیا دنبال مال دویدن یا رت ریس، خیلی وقتا اصطلاح بهتریه.
اینکه هر کسی میخواد از دست یکی بقاپه جلوتر باشه، سلیمان میگه 2 تا چیز هست که عامل پیش برنده این هست. یکی حسادته، هر کسی میخواد از دیگری بیشتر داشته باشه، خونه بزرگتر دارم، ماشین قشنگتر دارم، نمیدونم بچه‌ام تحصیل کرده ترن. این باعث میشه در درجه اول. و درجه دوم مسئله اعتیاد هست که وقتی هم که شما به یه جایی میرسید که همه چی دارید، دیگه واقعا نیازی به هیچ چی ندارید، اندازی کافی پول داری که تا آخر عمرت هم روزی $1,000,000 خرج کنی، مثل بعضی از این ثروتمندا، تنها چیزی که اونا رو جلو میبره مسئله اعتیادشونه که نمیدونه کار دیگه‌اش چیه، چیکار باید بکنه، فقط بیشتر جمع میکنه، هی بیشتر میاره. هستش هم میپرسی برای چی، میگه نمیدونم، معتاد شدم به این وضعیت. حسادت عامل پیشبرنده اوله و بعد اعتیاد میاد که هی باید بیشتر داشته باشم، بیشتر دنبالش برم. وارن بافت رو میشناسید؟ یکی از این کسانی که تو استاک مارکت خیلی معروفه از لحاظ ثروت. طرف یه پاش لب گوره ولی هر روز یه دونه مثلا پادکست داره که مثلا چجوری بیشتر پول در بیاریم، چجوری بیشتر داشته باشیم. شما تعجب میکنید که بابا دیگه چی باعث میشه که تو اینقدر هی جلوتر بری؟ مثلا شما بخواید با ایشون یه نهار بخورید، $25,000 بعد برید بدید که باش یه نهار بخورید که بهتون چند تا ادوایس بده که چجوری از لحاظ مالی موفق بشید. شما فکر می‌کنید $25,000 کدوم قسمت سفره تو رو میخواد پر بکنی که تو نداری؟ اون شرکت چی میگن، برکشایر هاثاوی، شرکت بزرگیه که هم تو زمینه معاملات سهام، هم تو زمینه معاملات املاک و غیره. وقتی شما نگاه میکنید این طرف، یعنی واقعا امکان نداره که دیگه مسئلهش قصه خوردن از این باشه که نکنه مثلا شب نون ندارم رو سفرم بذارم. احتیاط فقط جلو میبره. و حالا اولین مورد رو این به شما خواهد گفت. رت ریس، حسادت، چیزی که باعث میشه افراد از هم بخوان رقابت بکنن، جلو بزنن، و بعد این رقابت گروهی رو میآفرینه که میدونن تو این رقابت نمیتونن به جایی برسن و یه حس غروری برای خودشون به وجود میارن که میدونید چیه، ما از رقابت کنار میکشیم، من مثلا شخص قانعی هستم. و سلیمان اینا رو میگه و مرد کاهل دستهای خود را بر هم نهاده گوشت خیشتن را میخورد. اصطلاح خیلی جالبی به کار میبره، میگه این شخصی که نمیخواد کار بکنه و خیلی هم خوشحاله که من تو این رقابت نیفتادم، در عوض داره گوشت خودشو میخوره. چون از دید سلیمان کار چیزیه که خدا انسان رو برای اون آفریده. از همون اول خدا به انسان کار داد توی باغ، بی دلیل نیافرید. و کار از دید سلیمان چیز خیلی ارزشمند و مهمیه و نه میخواد بگی که نه به اون افرادی که اونا افتادن دنبالش، نه به اینی که میدونه که نمیتونه با اون رقابت بکنه، میشینه تو خونه میگه میدونی چه، اصلا بی خیال قضیه، چرا باید رقابت بکنم، بذار اونا بدون دنبال زندگیشون. و میگه هر دوی اینا اشتباه است. آیه 6 گروه سوم رو میبینه، کسایی که قناعت دارن، کسایی که به اون چیزی که دارن راضی و خوشحالن. میگه یک کف پر از راحت از 2 کف پر از مشقت و در پی باد زحمت کشیدن بهتر است. کسایی که به همون اندکی که دارن قانعن و با اون خوشحالن بهتر از اونایی که دنبال 2 تا کف پر میرن ولی با زحمت و مشقت، هی تو این مسابقه هستن و نمیتونن دست بکشن ازش. خب من فکر میکنم همینجا متوقف میشم، چون 2 تا ماجرای دیگه هست تو این فصل که من اینا رو میذارم برای دفعه بعد و بله فکر کنم اینا رو بهتر دفعه بعد مطالعه بکنیم. پرسش: خود سلیمان اصولا مگه خودش شخصی نبود که خیلی طمعکار بود، همیشه دوست داشت که بیشتر از همه داشته باشه؟ اینطور بود و فصل اول و دوم رو وقتی مطالعه کردیم و اگه شما برید مراجعه بکنید، سلیمان میخواد در پایان عمر که الان هست این نصیحت رو به جوانان بکنه که ببینید من دنبال مفهوم زندگی گشتم، در جمع‌آوری اموال، در بهترین لذاتی که ممکن بود برای خودم فراهم بیارم، در به جا گذاشتن کارهای ساختمانی بزرگی از خودم و در هیچ چیزی واقعا مفهومی برای زندگی نیافتم، چون آخرش همه باید بمیریم. اگه حکمت دارم با مرگ من حکمتم میره توی قبر.
اگه نمیدونم مال و منال دارم میرسه به یه نفر که اصلا آدم نمیدونه اون طرفی که بهش این پولا رو میرسه، ارث اصلا شایستش هست یا شایستش نیست. و سلیمان با این دیدگاه چی میگن تیره و تاریک به دنیا نگاه میکنه که چون این زندگی فقط تا مرگ میشه ادامه داد و میگم چیزی رو نمیتونست فراتر از اون ببینه، زندگی پس از مرگی رو، برای او مفهوم زندگی این بود که اگه میتونی همین الان لذت ببری لذت ببر، چون بعدش دیگه یه زمانی میرسه که نمیتونی از اونم لذت ببری. و این نصیحت هایی که سلیمان داره میکنه.